تا حالا دیدی یه پسر بعد از ازدواج یه دفعه رفتارش با مادرش عوض شه؟ نه یه تغییر معمولی، یه سردی ناگهانی، یه سکوت سنگین، حتی بیرحمی پنهان. مادری که سالها براش همه چیز بوده، حالا با نگاه پسرش حس میکنه اضافیه. چی میشه که بعضی پسرها بعد از ازدواج با مادریشون انگار بیگانه میشن؟ توی این ویدیو قراره دقیقاً ریشه این سردی رو با زبان روانشناسی واقعی برات بازگو کنم. هم برای پسر، هم برای مادر. در ویدیو قبلی با هم 5 دلیل عمیق روانشناختی رو بررسی کردیم که چرا یه رابطه نزدیک مادر و پسر ممکنه سرد بشه. اما یه سوال بزرگ موند. درک علت خوبه، ولی بعدش چی؟ آیا فقط باید تحمل کرد یا میشه راه دیگه پیدا کرد؟ این ویدیو دقیقاً ادامه همون بحثه، اما این بار دنبال جوابیم. میخوایم ببینیم بدون قهر، بدون دل شکستن، چطور میشه هم مرد شد، هم فرزند موند. چرا بعضی پسرها بعد از ازدواج با مادرشون سرد و تند میشن؟ 1. مادر در ناخودآگاه پسر فقط مادر نیست. کارل یونگ میگه مادر در ذهن پسر فقط یه آدم واقعی نیست. یه نماد عمیق توی ناخودآگاه. نماد امنیت، مراقبت و البته وابستگی. پسر با این تصویر بزرگ میشه، اما وقتی وارد نقش جدید شوهر بودن میشه، اگه نتونه به درستی از اون تصویر قدیمی جدا شه، برای اثبات استقلالش ممکنه ناخودآگاه سرد، دور یا حتی بیرحم بشه. از اون طرف مادر تنها کسیه که همه ضعف‌های دوران کودکی پسر رو دیده. ترس‌ها، گریه‌ها، شکست‌ها. و حالا همون مادر تبدیل میشه به آینه اون بخش‌های آسیب پذیر. پسر میخواد مرد دیده شه، قوی، مستقل، اما حضور مادر یادآور اون بچه نیازمنده. نتیجهش فاصله، بی‌محلی یا حتی انفجارهای احساسیه. 2. مادر فکر میکنه پسرش عوض شده. یه مادر وقتی با این سردی روبرو میشه، اغلب فکر میکنه پسرش عوض شده یا عروسش اونو از پسرش جدا کرده. ولی واقعیت اینه که این سردی شخصی نیست. یه واکنش روانی به فرایند استقلاله وقتی به درستی شکل نگرفته. مادر باید بدونه پسرش هنوز دوستش داره، ولی توی ناخودآگاهش درگیر جنگیه که خودش هم نمیفهمه. گاهی پسر داره تلاش میکنه از این وابستگی در بیاد، اما بلد نیست چطور و نتیجهش میشه قهر و سردی. 3. مردی که هنوز مرز بلد نیست. وقتی پسر یاد نگرفته مرز سالم بذاره، فقط دو راه میشناسه، یا اطاعت کور یا قهر و سردی. و چون نمیخواد ضعیف دیده بشه، میره سمت دومی. در حالی که مرد واقعی کسیه که بگه مامان من دوستت دارم، اما تصمیممو باید خودم بگیرم. استقلال واقعی یعنی انتخاب کردن، بدون طعنه، بدون تحقیر، بدون فرار. نه اینکه همه چیزو قطع کنی و نه اینکه هیچ مخالفتی نکنی. یعنی آروم، محترمانه، ولی محکم جلو بری. تا حالا موقعیتی دیدی که بعد از ازدواج رابطه یه پسر با مادرش عوض بشه؟ اگه چیزی یادت مونده یا نظری داشتی، میتونی توی کامنت بنویسی. همین نگاه‌های بیرونی گاهی زاویه‌های تازه‌ای رو روشن میکنه. 4. شریک زندگی پسر ناخواسته وارد همون جایگاه روانی میشه که هنوز در ذهن او متعلق به مادره. و حالا در ذهن پسر برای اولین بار دو زن همزمان در دو نقش عاطفی ظاهر میشن. اگه پسر هنوز استقلال روانی پیدا نکرده باشه، دچار درگیری درونی میشه. نه بلد مرز بذاره، نه دل داره مادرش رو ناراحت کنه. نتیجهش قهر، سردی یا طرد ناگهانی. مادر باید بدونه پسرش هنوز دوستش داره، اما در حال پیدا کردن خودشه. این مسیر با درد همراهه، ولی لازمه برای رشد هر دو طرف. 5. چطور میشه رابطه رو ترمیم کرد؟ راه حل برای پسر: مرز محترمانه بذار، نه قهرآمیز. بدون ترس از ناراحت شدن مادر، به رشد خودت ادامه بده. با احترام تصمیم بگیر، نه با فریاد یا قطع رابطه. و راه حل برای مادر: بدون که این سردی لزوما نشانه بی‌عشقی نیست. به جای کنترل، حامی خاموش باش و مهمتر از همه، درک کن که عشق با فاصله از بین نمیره، عمیق‌تر میشه. حالا اینجاست که اون سوال مهم مطرح میشه: چطور بدون بی‌احترامی به مادر میتونم مرد مستقلی باشم؟ 1. مرزبندی محترمانه، نه طرد کردن. بگو مامان این تصمیم رو میخوام خودم بگیرم، با اینکه نظر تو برام مهمه. 2. بدون ترس از احساس گناه مستقل شو. اگر با هر مرزبندی مادرت ناراحت شد، این نشونه بد بودن تو نیست، نشونه تغییره. 3. بدون دعوا و انفجار با ثبات جلو برو. نیاز نیست یه شب همه چیز رو قطع کنی.
بلکه قدم به قدم با احترام ولی با ثبات. 4. استقلال یعنی بدون خشم انتخاب کنی. مردی که واقعا بزرگ شده نیازی به تحقیر، طعنه یا فرار نداره. فقط انتخاب میکنه با احترام. مادر باید چه کار بکنه؟ نباید همه رفتارهای پسرش رو شخصی کنه. باید بفهمه که بخشی از درد او مسیر رشد پسره. باید به جای کنترل بشه یه حامی خاموش و بدونه که عشق واقعی با فاصله از بین نمیره، عمیق‌تر میشه. اگه حرفایی که گفتم برات آشنا بود یا حس کردی یه جایی توی زندگی خودت یا یکی از نزدیکانت این رابطه ترک خورده، شاید همین ویدیو همون چیزی بود که باید میدیدی. اگه حس کردی این حرفا به دردت خورد، خوشحال میشم توی کامنت ها نظرت رو بنویسی. یا اگه خواستی با یه لایک یا اشتراک گذاری ساده کمک کنی صدای این موضوع به آدم‌های بیشتری برسه. ممنون که تا آخر این مسیر همراه من بودی. شاید همین گفتگوهای ساده شروع یک تغییر واقعی باشن.